میدونی چرا بعضیا انگار ذهنشون همیشه شارپه؟ تمرکز بالا، تصمیم‌های سریع و ایده‌هایی که برق از سر آدم میپرونه. حالا تصور کن تنها با 5 دقیقه استراحت ذهنی درست تو هم بتونی قدرت ذهنت رو چند برابر کنی. اما حواست باشه بیشتر مردم دقیقاً اشتباه ترین نوع استراحت ذهنی رو انجام میدن. یه روز حس میکردم مغزم داره میسوزه، کلی کار ناتموم، تمرکز صفر، حتی ساده ترین تصمیم برام سخت شده بود. تصمیم گرفتم فقط 10 دقیقه از همه چی فاصله بگیرم، اما به جای چک کردن گوشی یا دیدن ویدیو کاری کردم که ذهنم واقعا استراحت کنه. و نتیجه بعد از اون 10 دقیقه حس کردم انگار مغزم ریست شده. در ادامه دقیقاً میگم چی کار کردم. تحقیقات دانشگاه هاروارد نشون میده ذهن ما حتی وقتی در ظاهر استراحت میکنه در حال فعالیت شدیده، اما نوع خاصی از استراحت به اسم restful awareness باعث فعال شدن شبکه پیشفرض مغز میشه، همون بخشی که خلاقیت، حافظه و حل مسئله رو تقویت میکنه. یعنی مغز در واقع در حال شارژ شدنه، نه خاموشی. حالا بیا تمرین اصلی رو انجام بدیم. 1. جایی ساکت بشین. 2. چشمت رو ببند. 3. فقط به تنفست گوش بده بدون اینکه بخوای کنترلش کنی. 4. وقتی فکری اومد فقط لبخند بزن و بذار بره. 5. این کار رو فقط 5 دقیقه انجام بده. به ظاهر ساده است ولی این دقیقاً همون چیزیه که ذهن رو از نویز بیرونی جدا میکنه و قدرتش رو چند برابر میسازه. حالا یه نکته جالب، اگر این تمرین رو قبل از تصمیم‌های مهم انجام بدی مغزت سریعتر و دقیق‌تر فکر میکنه، اما اگه اشتباه انجامش بدی ممکنه حتی بیشتر خستت کنه. میخوای بدونی اشتباه اصلی چیه؟ در ادامه توضیح میدم، اما قبلش یه سوال ازت دارم. آخرین باری که واقعاً به ذهنت استراحت دادی کی بود؟ بنویس تو کامنت ها. ذهن مثل یه عضله است، هرچی بیشتر فشارش بدی بیشتر به استراحت هوشمند نیاز داره. این راز کوچیک میتونه فرق بین ذهنی خسته و ذهنی خارق العاده باشه. پس همین امروز فقط 5 دقیقه برای ذهنت وقت بذار. در ادامه حتما لایک کنید و توی کامنت ها بنویسید که چقدر ذهنتون آرومتر شده و اگه دوست داری ویدیوهای دیگه‌ای که توی چنلمون ساخته میشه رو ببینی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن. مرسی از شما.